فرق بین تمثیل و تشبیه. حالا مثلا بسیار اینجا یک نقطه دقیق است که بین تمثیل و تشبیه چی فرق است. این حال بعضی از علما اوتو عقیده دارن که تشبیه و تمثیل یکسان هستند. بعضی از علما تمثیل و تشبیه را یکسان میدانند. چی میگن؟ میگن التمثیل هو التشبیه. بعضی از علما میگن که تمثیل و تشبیه یک معناست، دو کلمه هست یک معنا داره. از این خاطر اگر تمثیل گفتیم معنا تشبیه هم میشه و اگر تشبیه گفتیم. اما بعضی علمای دیگه چی میگن؟ بعضی از علما بین تمثیل و تشبیه فرق میکنن. بعضی از علمای دیگه هستن که بین تمثیل و تشبیه فرق میکنن. چی میگن؟ میگن که تمثیل مساوات بین دو چیز در تمامی امور است. مثلا اگر یک کس را میگی که احمد مثل محمود است، پس ایره چی کردی؟ در تمام کارا، در چهره، در علم، در دانش، در فهم، ایره مشابه اگر ساختی ایره تمثیل میگه. و تشبیه چی را میگه؟ که یک کس را در یکی از صفات از او تشبیه کردن، یعنی در کل چیزش نباشه.